قدمت کدوم قوم به 12,000 سال پیش برمیگرده؟ قوم تالش. یکی از زبانهای ایرانی شمال غربی. زبان تالشی. کدوم قوم کوروش بزرگ رو در تشکیل شاهنشاهی هخامنشی یاری کرد؟ قوم تالش. در منابع روم باستان از قوم تالش به چه قومی یاد شده؟ کادوسیان. در متون اسلامی اولیه قوم تالش رو چی نامیدن؟ تیلسان. یکی از اصلی ترین و شجاع ترین ارتش در دوران باستان در ایران چه کسانی بودند؟ قوم تالش. کدوم قوم قبل از ورود آریایی ها به فلات ایران از ساکنان بومی اون منطقه بودند؟ قوم تالش. از اقوام قدرتمند و جنگجوی ایرانی که به گواه تاریخ هیچ قدرتی نتونسته بود این قوم را تحت فرمان خودش در بیاره چه قومی بود؟ قوم تالش. سیاه ترین برگ تاریخ قوم تالش مربوط به کدام دوران بود؟ دوران قاجار. بخش شمالی تالش طی کدوم